برای زندانیای دیگه. خیلی متشکرم. واقعا غافلگیر کردن بنده رو، برای اینکه فکر نمی‌کردم قراره که صحبت کنم اینجا. خیلی متاسفیم که در شرایط خاصی اینجا دور هم جمع شدیم، در شرایطی که خیلی از خانواده ها در ایران در حال حاضر عزادار هستند، خیلی از خانواده ها زندانی دارند و از زندانیانشون بیخبر هستند و خیلی ها مجروح و مضروب دارند و در هر حال ما در اینجا جز این که صدای خودمون رو به این بهانه ها به جهان و مخصوصاً به نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد برسونیم برای بذل توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران، تقریباً کار دیگری نمیتونیم بکنیم. از این بابت متاسفیم که کار دیگری برای هموطنانمون درون ایران نمیتونیم انجام بدیم از راه دور، ولی ناگزیر از همین درجه حضور هم خب البته نباید غفلت بکنیم. از اینجا سلام میکنم به ایران، سلام میکنم به خانواده های زندانیان سیاسی، عقیده، وجدان که در زندانهای ایران از حقوق متهم بی بهره هستند و توجه میدم که حتی در چارچوب قوانین ایران که همواره ما نسبت به این قوانین نظر انتقادی داشته و داریم و در بسیاری موارد در تعارض قرار میگیره با ضوابط جهانی حقوق بشر و این قوانین خودنوشته آقایان هست در این نظام سیاسی و 30 ساله که این قوانین در مجالس شورای اسلامی ایران از تصویب میگذرد، در همین قوانین هم تا حدودی برای حفظ حقوق متهم راه حل‌هایی وجود داره و عجبا که نهادهای قضایی و اجرایی در ایران حتی قوانین خودنوشته خودشون رو هم مراعات نمی کنن. اگر مراعات می کردن مطابق آیین‌نامه سازمان زندانها هیچ کس رو حق نداشتن در شرایط دشوار در زندانها تحت فشار قرار بدن تا اقرار بکنه و اعتراف بکنه به اون چه که خواسته بازجویان و کسانی است که در مرحله تحقیقات حضور دارند. اینجا من به مناسبت حرفه‌ای که داشتم در ایران و البته الان ندارم دیگه، من 22 سال در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دفاع را به عهده داشتم و در مدت 22 سال با بسیار مسائلی مواجه شدم که کاملا بر ضد قوانین داخلی ایران در کشور اتفاق افتاده بر علیه متهمین. اما مهمترین حقی که ایرانیان ازش محروم شدن، مخصوصاً در این چند هفته اخیر، البته ما دهه اول انقلاب رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم، اگر که زیاد تأکید داریم بر اونچه که در این هفته ها میگذره به لحاظ خبرهایی است که مرتباً منتشر میشه و اینکه کوشش داریم میکنیم بلکه از تداوم خشونت کم بشه در حال حاضر، وگرنه به این معنا نیست که ما پیش از اون زندانیانمون از حقوقشون استفاده میکردن یا حقوقشون محترم شناخته میشده. در حال حاضر ما مواجه هستیم با اینکه ایرانیان زندانیانشون و قربانیان این وقایع چند هفته اخیر دارن به کلی از حق دفاع محروم میشن. وکلای دادگستری ایران دارن تبدیل میشن به وکلای بی‌دفاع، یعنی نیروی دفاعی مردم در شرایطی قرار گرفته که دائما باید از خودش دفاع بکنه و وقتی که دفاع از یک متهم سیاسی یا مطبوعاتی یا وجدان و عقیده رو به عهده میگیره آنچنان درگیر میشه
که در نهایت با توجه به آیین‌نامه‌ای که اخیراً از تصویب قوه قضاییه گذشت و خوشبختانه فعلا دیروز اعلام کردند که اجراش متوقف میشه، دیگه ما از این نیروی دفاع حتی در حدی که در چند سال اخیر متهمین بهره مند بودن محروم خواهیم بود، برای اینکه اگر این نقطه نظر آقایان به اجرا گذاشته بشه که کانون دادگستری ایران قرار بگیره زیر مجموعه قوه قضاییه و تبدیل بشه به یک اداره دولتی و از استقلالش چیزی باقی نمونه، دیگه برای متهمین هم کمترین فرصت و شانسی وجود نداره که حتی در دادگاه وکلای منتخب خودشون رو داشته باشن. در حال حاضر بخشی از قوانین ایران تأکید داره بر حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات، ولی متاسفانه قوانینی هم از تصویب گذشته در چند ساله اخیر بر ضد حرکت‌های اصلاح طلبانه که به موجب اون قاضی میتونه وکیل رو ممنوع کنه از حضور در مرحله تحقیقات و همین خلأ حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات عامل عمده است که امکان و احتمال شکنجه متهم بدون حضور وکیل مدافعی که دست کم شاهد بر اون باشه بسیار زیاده. من هم خودم زندانی سیاسی بودم و هم خانواده زندانی سیاسی بوده و هستم و همین که وکالت برخی از متهمین رو در دادگاه‌های ایران داشتم و میتونم در اینجا شهادت بدم که مهمترین عاملی که باعث رنج زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و وجدان در ایران هست این است که قاضی حق داره که وکیل رو در مرحله تحقیقات راه نده و بعد در مرحله دادگاه وکیل رو دعوت میکنن به دفاع از متهمی که توانسته‌اند زیر انواع فشارهای جسمی و روانی از اون اقاریر و اعترافاتی بگیرن که بعضی وقتا وکیل اساساً عاجز هست از اینکه دفاع بکنه. اگر که در دادگاه اظهار بکنه که این اعترافات فاقد ارزشه، حتی بر پایه قوانین جزایی ایران ممکنه خودش تحت پیگرد قرار بگیره و اگر که این اعلام رو نکنه متهمش مورد ظلم قرار میگیره. به هر حال در حال حاضر تعداد زیادی از وکلا در زندانهای ایران زندانی هستند. حتی این وکلا حق تعیین و انتخاب وکیل برای خودشون رو ندارند. خانم شادی صدر آخرین نمونه از این گروه هستند. آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمد علی دادخواه و کادر دفتر ایشون کسانی هستند که زندانی شدند و تا الان کسی خبر نداره که اتهام این آقایون و خانم شادی صدر چی بوده و خانواده ها کاملا از وضعیت وکیل دادگستری که